سلام دوستان، میخواستم بهتون میگم آموزش نصب GTA San Andreas آنلاین. اولین کاری که میکنید داخل فروشگاه، این داخل چی می‌نویسید SAMP، اینو که نوشتید اولین برنامه رو نصب میکنید. اولین برنامه رو که نصب کردین میان بیرون. حالا من نصب کردم، میان بیرون. بعد میریم داخل چی، شما این یه چیزی یه لینکی زیر این میاد، شما اینجا بعد نصبش کنید. بعد یه برنامه این شکلی دوباره واسهتون نصب میشه، شما میرید داخلش، دوباره یه لینک اینجا میاد نصب کنید دیتای بازی GTA San Andreas. بعد این که واسهتون ثبت شد یعنی دیگه میتونید الان برید داخل سرورها. بعد ما سرورها، الان من سرورها کلا ایرانی هن. ولی یه چند تاشون ایرانی نیست. مثلا یکیش ایرانی، این ایرانیه، این هم ایرانیه. شما بعدی که میخواستین برین داخل سرور، حروف اسمتون باید بزرگ باشه. الان من علیرضا رو بزرگ نوشتم، نگاه اینا کوچیکن، اینجا باید بذاری بزرگ و اینا رو کوچیک. حالا شما هر اسمی که گذاشتین درسته. بعضی اسم هم تکراری هن. مثلا اگر یکی از دوستات اسمش علی بود، تو هم اسمتو نوشتی علی، اجازه ورود داخل سرور بهتون نمیده. این حالا چی، من نگاه کنم بچه، من میخوام برم داخل سرور، اجازه حرف زدن با شما رو نمیده. حالا من یه لحظه برم داخل تنظیمات اینا رو خاموش کنم. خاموش استلام. خب بچه، وقتی که میرین داخل سرور، هم تو چیزی براتون میاره، وای میسید تا بیاد. فقط قوانین بازی رو واسهتون میگم، یه چند تاشو براتون میگم چون قوانین خیلی زیاد داره. بچه اولین صفحه که میاد واسه شما یه دونه چی میاد، گزاره واژه، که من الان اکانت ساختم و دیگه کار زیادی نیست، فقط من گزاره واژه. شما گزاره واژه که زدین باید دوباره همچین صفحه میاد. شما باید اگزیت رو بزنید. بعد یه دوتا چی میاد، میگه مرد یا زن. شما رو بیشتر تو زنید یا مرد، حالا من نمیدونم. مردی که زدید یه شماره تلفن بعد بنویسید، یه پیامک روی گوشیتون میاد و بازی واسه شما اجرا میشه به خیال راحت. الان اسم سرور هم واسه میگم. بعضی موقع مشکلتون اینه که موقع بازی مثلا اینطوری نگاه کنین، همینطوری